کمیته اولتوهای فوق‌العاده تاجیکستان از یافت شدن جسد باز یک نورس غرق شده خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد روز 2 ماه سال 2023 یک ساکن 14 ساله دهه چوگو جماعت دهات دهنه نویه یووان با سبب‌های نامعلوم در کانال دهه مذکور افتیده غرق شده بود. در نتیجه راه‌اندازی کارهای جستجویی تنها روز 24 ماه یعنی بعد قریب 4 هفته جسد این نورس را 1 کیلومتر پایین‌تر از جای حادثه در ساحل کانال پیدا کرده به مقامات دخل‌دار سپردند. این لکه سومین حادثه یافت شدن جسدهای شهروندان غرق شده در هفته جاری است. کمیته اولتوهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 30 ماه از غرق شدن باز 2 ساکن کشور خبر داده بود. بنا به اطلاع کمیته اولتوهای فوق‌العاده از اول سال 2023 تا 12 ماه در کل دریا و کانال‌های تاجیکستان علاقه 35 نفر غرق شدند. متاسفانه اکثر غرق شدگان 23 نفرش کودکان و نورسان تا سن 16 بودند، از جمله 3 نفر طفلان تا سن 4، 11 نفر سن از 5 تا 10 و 9 تن دیگر از سن 11 تا 16. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک نورس تا سن 17 غرق شده بود.